همین شهدای برجسته دنیای اسلام، همین شهید عزیزی که چند روز قبل به وسیله صهیونیست‌ها به شهادت رسید، اینا افتخار میکردن که بچه‌های امامند، فرزند امام میدانستن خودشون رو. این شهید حاج عماد خودشو فرزند امام میدانست. یعنی واقعا اگر با یه جوان خودمون مقایسه کنیم، او معتقد نبود که این جوان ایرانی به امام از اون نزدیکتره. اونم خودشو به قدر یک جوان ایرانی فرزند امام و نزدیک به امام میدانست. چرا؟ چون امام به او روح داده بود، امام او رو زنده کرده بود. اینجور جوونا همیشه در لبنان و در فلسطین و در غزه و در همه جا بودن، اما اینجور کارهای بزرگ از اینها سر نمیزد. چی فکر میکرد جوانهای لبنانی با سلاحهای معمولی بتوانند ارتشی را که ادعا میکنه یکی از بزرگترین ارتشهای دنیاست، اونجور با افتضاح عقب بزنند؟ روزهای اولی که جنگ 33 روزه تمام شده بود، صهیونیست‌ها میگفتن نه ما شکست نخوردیم. حالا این گزارش این کمیته وینوگراد قضایا رو برملا کرده. حالا اینا خیلی هم ظاهرسازی کردن که خیلی آبروریزی هم نشه، اما کاملا پیداست یک ارتش مجهز. آمریکا هم مستقیما وارد شد، اینو بدانید. آمریکا در جنگ 33 روزه لبنان مستقیم وارد شد، هم پشتیبانی کرد هم مستقیم وارد شد بی سر صدا. همشون شکست خوردن. از کی؟ از یه عده جوان که وسیلهشون عبارت بود از اعتماد به نفس، اتکال به خدا و نترسیدن از مرگ، ایستادگی در میدان، توانستن شکست بدن. این افسانه شکست ناپذیری قدرت ها اینجوری باطل میشه ها.